سلام دوستان، این اولین ویدیو ما هست از چنل کد و پدال. ممنون میشم چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا از ویدیو ما جا نمونید. زمانی که ما وارد پروژه فیگمایی میشیم سمت راست همونطور که مشاهده میکنید اطلاعاتی رو در مورد المانی که سلکت کردیم به ما نمایش میده و در سمت چپ اطلاعات و فایل پروژه. وقتی ما میایم المانی رو انتخاب میکنیم سمت راست همونطور که میبینید تغییر میکنه و چی رو به ما نمایش میده. وید یعنی ارز رو به ما نمایش میده. اچ یعنی هایت و ارتفاع رو به ما نمایش میده. مثلا اگه من بذارم روی 100 ارتفاع و ارز رو بذارم روی 100 همونطور که میبینید 100 پیکسل میشه ارتفاع و ارزش. بخش پایین تر بخش اوپاسیتی و شفافیت هست که الان روی 100% هست و اگه بذارم روی 50% نصف میشه همونطور که میبینید. شفافیتش نیمه میشه، یعنی اون وضوحیتش از بین میره و کمتر میشه. کنارش کورنر ردیوس هست که اون گردیه و نرمی لبه دورش رو میگه که روی 3 پیکسله و اگه من بذارم روی 100 پیکسل گرد میشه و اگه اون مربع کنارش رو بزنم میتونم دستی گوشه‌های هر گردی هر گوشه رو تنظیم کنم. مثلا من اگه بالا سمت چپ رو بذارم روی 0 همونطور که میبینید 0 شد. بخش دیگه بخش فیل هست که طراح اومده از یه متغیر استفاده کرده و رنگی بهش شده و یه اسم براش گذاشته. بعضی مواقع اینجا کد هست، بعضی موقع هم که اسمه اگه کنارش روش هاور کنید کنارش این علامت رو بزنید نمایش داده میشه کد رنگیش و اون درصد شفافیتش که باز اگه اینجا بذارم رو 50 باز میبینید که کم شد یا کناریش همینطور. وقتی روی اون رنگ کلیک کنید پالت رنگی واسهتون باز میشه که میتونید اینجا تغییر بدید. بخش پایینیش فرمت اون کد رنگ رو به شما نمایش میده که فرمت های مختلفی داره مثل هکس، RGB، CSS، HSL و HSP که فرمت های مختلفی و مثلا روی CSS بزنید همون چی که میبینید RGB آلفابت رو نمایش میده یا RGB. بخش پایین ترش بخش استروک هست یا اون بوردر دورش که الان میبینید که هیچ حاشیه و بوردری نداره و اگه روی من استروک بزنم بوردر بهش اضافه شد. کد رنگی بوردر هست که اگه کلیک کنید میتونید تغییر بدید. زخامت اون بوردر هست که میتونید روی 10 بذارید یا کمش کنید همونطور که میبینید تغییر میکنه. بخش بعدی که باش کار داریم افکت یا سایه است. همونطور که میبینید الان این سایه داره، ما میخوایم این سایه رو پیاده کنیم. چیکار باید کنیم؟ این پایین که میاید روی این علامت افکت ستینگ که کلیک کنید اون سایه واسهتون باز میشه و پوزیشنش رو بهتون نشون میده، بلورش رو بهتون نشون میده، رنگش رو بهتون نشون میده. بخش بعدی دراپ شادو هست که همین سایه معمولیه، اینر شادو سایه داخلی همونطور که میبینید و بلور اون درصد بلوریش رو نمایش میده بهتون که بیشتر طراح از دراپ شادو استفاده میکنه. بخش بعدی اکسپورت هست که مثلا ما یه آیکون یا تصویر رو میخوایم خروجی بگیریم و داخل پروژه‌مون استفاده کنیم. داخل اینجا انتخابش میکنیم، بخش اکسپورت روی به علاوه میزنیم و اینجا فرمت مورد نظر رو انتخاب میکنیم و روی دکمه میزنیم اکسپورت و اینجا محلی که میخوایم ذخیره‌اش رو انتخاب میکنیم و سیو رو میزنیم. بخش بعدی وقتی که وارد پروژه میشیم اینجا داخل اسیتس کتابخونه رو به ما نمایش میده. داخل تب فایل اون بخش پروژه صفحاتی که داره و اون لایه‌ای که ما فعلا روش انتخاب هستیم. یعنی چی؟ ما این پروژه اینجا انتخاب کردیم، اون پروژه رو میاریم. مثلا ما اینجا موبایل لندینگ استریم رو انتخاب کنیم و همونجور که میبینید در سمت چپ لایرز اینجا داره به ما نمایش میده که ما الان داخل کدوم لایه هستیم. در بخش پیجز همونطور که میبینید هر پروژه صفحه مختلفی داره یا شاید هم تک صفحه است. در بخش کاور که بیام کاور پروژه رو داره نشون میده. در بخش پیج یک تمام یو آی که بیشتر پیجا و پروژه دیگه پیج زیادتری دارن مثلا استایل که طراح اومده و کامل استایل و فونت سایت های
پروژه رو واسه ما گذاشته تا ما بتونیم راحت‌تر ازش استفاده کنیم. بخشای دیگه ای که هست، مثلا ما می‌خوایم فاصله این دکمه بالایی با دکمه پایینی رو بسنجیم که چقدر. اون دکمه رو انتخاب می‌کنیم یا اون المان رو، بعد آلت روی کیبورد رو میگیریم و میریم رو المانی که می‌خوایم. همونطور که می‌بینید داره میگه 12 پیکسل فاصله بینشونه. یا از چپ و راست 20 پیکسل و از چپ 24 پیکسل، یا فاصله با متن بالایی 24 پیکسل. بخش بعدی که هست الاینمنت که مثلا راست چین چپ چینه، همونطور که میبینید. بخش بعدی پدینگه که اینجا گفته پدینگ از سمت راست و چپ 30 پیکسل، بالا پایین 13 پیکسل که اگه مربع کنارش رو بزنید میتونید دستی انتخاب کنید، مثلا سمت راست باشه 50 پیکسل همونطور که میبینید. خب برای اینکه بخواید داخل پروژه جابجا بشین، اگه H رو روی کیبورد بزنید میشه هند و میتونید اینجوری جابجا بشید. با کنترل و اسکرول موس میتونید زوم کنید. با وی میتونید المانی رو سلکت کنید یا از این بخش پایین انتخاب کنید. اگه جایی واسهتون مفهوم بود یا من توضیح ندادم بهم بگید داخل کامنت تا راهنماییتون کنم.